سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. بچه‌ها به خاطر شروع سال نو من یه همین میکاپی که الان دارید میبینید رو آموزشش رو براتون آماده کردم. این ویدیو رو دنبال کنین، امیدوارم که براتون مفید باشه. اولین مرحله زدن مرطوب کننده است. مرطوب کننده مناسب پوستتون رو روی کل پوستتون میزنین. بعد میره سراغ قسمت‌هایی از صورت که رنگشون با جاهای دیگه متفاوته. مثلا زیر چشم، دور لب، جاهایی که جوش زده، این قسمت‌ها رو میایم کاورش می‌کنیم. من از یه کانسیلر برای پوشوندن این تیرگی‌ها استفاده می‌کنم. به این صورت که میام به صورت نقطه‌ای این قسمت‌هایی که تیرگی بیشتری داره رو کانسیلر میزنم و برای کنترل کردن قسمت‌هایی هم که میخوام کنترل کنم، مثلا میخوام این قسمت از بینیگونم بره، این قسمت رو هم کانسیلر میزنم. برای لیفت کردن یه قسمت‌هایی از صورت که دوست دارید مثلا به سمت بالا بره، مثل انتهای چشم، بعد زیر ابرو رو روشن میکنید با انتهای چشم و بعد این طرف انجام میدید. حالا من چون دوست دارم چونم یه ذره حجم دارتر به نظر بیاد، روی چونم هم رنگ روشن میزنم. و همینطور چون برای صورتایی که حالا پیشونیشون مثل مال من تخته و زیاد حجم نداره، میتونن یه مقداری به صورت دایره کانسیلر این قسمت ها رو بزنن. شما بچه‌ها با انگشتتون میتونید این رو به این صورت به صورت ضربه‌ای سر جای خودش فیدش کنید. فقط حواستون باشه که اینو زیاد نکشین روی پوستتون، چون وقتی که بکشین این از رو پوست بلند میشه کرم. باید به صورت ضربه‌ای سر جای خودش فیدش کنید. حالا من از یک براش استفاده میکنم که چون راحت ترم، ولی خب میتونید با انگشت کلش رو فید کنید. همونطور که میبینید تا حدودی تیرگی ها برطرف شد، ولی یه اختلاف رنگی بین جاهایی که کرم زدیم و کرم نزدیم وجود داره. حالا بعد کرم پودرمون رو میریزیم روی پشت دستمون یه مقداری ازش. بعد اگر پوستتون خشکه با یه پد خیس، اگرم پوستتون چربه با یه پد خشک، این رو کرم رو یه مقداری کم کرم برمیدارم روی کل سطح پوستم میزنم. این کار برای یه دست کردن رنگ سطح پوسته و همونجور که میبینید یه مقدار خیلی کمی کرم روی پوستم میزنم. بعد اینم بگم برای اینکه یه میکاپ خوب داشته باشید حداقل 20 دقیقه نیم ساعت باید براش زمان بذارید. یعنی اینطوری که فقط بخواید مثلا 5 دقیقه تموم بشه، خب فقط میشه باش روی زد. یه رژ لبیه که شاین داره و حالت گلسه، یعنی براقه، و میام از این استفاده میکنم چون این گلس دارا باعث میشن یه ذره پوست شاداب‌تر، یه برق خوبی روی پوست میندازن. میتونیم با انگشت یا با براش اینو سر جاش فید کنیم به این صورت. حالا اگر که یه پودر بیک استفاده کنیم برای میکاپتون، موندگاری میکاپتون خب خیلی بهتر میشه. مخصوصا برای پوستایی که چربه میتونید برای زاویه دار کردن صورتتون هم حالا تا حدودی کرم نزدین و تا حدودی میتونید از این پودر بیک استفاده کنید. یه گلبهی خیلی ملایم استفاده کردم. حالا دیگه شما سایه رو اون رنگی که دوست دارید میتونید بزنید. بعد یه مقداری هم زیر چشم، مقدار خیلی کم که اینجا هم یکم سایه داشته باشه. و زیر ابرو هم که دیگه رنگ روشن استفاده میکنیم. کلا این قسمت زیر ابروی سایه روشنی و قسمت مخصوصا جلوی چشم هم یه برای کشیدن خط چشم. حالا با هر خط چشمی که میکشید اول بیاید دنباله خط چشم رو بکشید، آینه رو نزدیک صورتتون کنید، بیاید نزدیک و دنباله‌شو مشخص کنید. دنباله رو که مشخص کردید این زاویه رو بعد میتونید برای خط چشم رو بکشید. الان من دوست دارم حالا برای اینکه چشمم کشیده تر بشه یه مقدار این خط پلکم رو میارم، از خط پلکم یکم میارم پایین و از اینجا
از اینجا خط چشمم میکشم. این رو زاویه‌اش رو مشخص میکنم. چون میکاپ هم لایته، خط چشم رو میخوام یه جورایی یکم پررنگ‌تر و واضح‌تر بکشم که چشممون حالت بگیره. به این صورت زاویه‌اش رو مشخص میکنم. بعد از این قسمت میارم به وسط چشمم. این حالا وسط هم نیست، 1/3 انتهای چشم. این رو به صورت یه دونه مثلث ادامه میدم، میارمش تا پایین. این صورت. حالا اگر بخواید پرنش کنید باز میتونید این رو از این قسمت بالا دوباره صاف بیارید، ولی من دیگه همین خط به نظرم برای چشمم کافیه. خب این رو میاریم ادامه میدیم. خب پس برای کشیدن خط چشم میبینید و آینه باید پایین باشه، این شکلی نگاه کنید، یعنی اینجوری روبرو نباشه. وقتی که پایین باشه میتونید مسلط‌تر خط چشمتون رو بکشید. خیلی کم که یه ذره این تیرگی و تیزی ادامه داشته باشه برای خط چشمتون. خب حالا میریم سراغ این چشم دیگه. اول به زاویه اینو نگاه میکنیم، یه ذره آوردیم پایین‌تر و خط کشیدیم. پس میام از پلکمون یه کوچولو اینو میاریم پایین‌تر و به سمت بالا این خط زیرش رو مشخص میکنیم. خب اول توی آینه چک میکنیم که دو تا طرف خط چشممون دو طرفش یه زاویه و شیبو داشته باشه. من برای اینکه تسلط داشته باشم یه انگشتم رو روی صورتم میذارم تا بتونم تا خط چشم رو بتونم صاف در بیارم و دستم نلرزه. و این گوشه داخلی این سراغ قهرمان توی با یه گوش پاکن این رو اصلاحش کنی، یا مثلا این زیر خط چشم این دندونه ها رو میبینید، برای اینکه اینو صاف کنم از یه دونه گوش پاکن استفاده میکنم و حتی برای پشت پلکم. خب میریم سراغ ریمل. میایم بازم آینه همینطور از پایین شروع میکنیم به ریمل زدن. خب این رو فرچه رو به سمت از زیر میگیریم و میچرخونیم به سمت بالا. حالا اگر میخواد کشیده بشه چشمتون این رو موجه ها رو بیاریم به سمت کنار. اگر که یه قسمتی از بچه‌ها صورتتون این شکل ریملی شد، گوش پاکن بهترین گزینه است. من با گوش پاکن اون قسمت رو ریمل رو برمیداریم. حتی اگه پشت پلکتون مثل اینجا ریمل خورد، بهترین راه استفاده از گوش پاکنه، چون اگه بخواید دست بزنین با دست گرمای دست اون کرم و پودر رو برمیداره از روی پوست، بعد جاش میمونه، میکاپتون تمیز. کرموژه که همه ازش میترسیم. خب این رو هم همینطور آینه پایین توی آینه نگاه میکنیم، میذارید قسمت انتهای موژه و به صورت چند بار ضربه میزنید تا موژه حالت بگیره. من این رو بعد چیز میزنم، حالا قبل ریمل هم میتونید توی موژه بزنید، بعدش میزنم یه مقدار که بهتر، چون ریمل زده شده باعث میشه موژه بهتر این حالتی بمونه. میریم سراغ ابرو. برای ابرو چیکار میکنیم؟ من از یه سایه ابرو استفاده میکنم، چون سایه ابرو آسون ترین چیزیه که میشه برای ابرو استفاده کرد. میریم از سایه ابرو استفاده میکنیم. یه دونه از این فرچه ها میخوایم که ابرو رو باهاش شونه کنیم به این صورت. خب بعد جایی رو که بیشتر برای مهمه دنباله ابرومه که یه مقدار کم رنگ تر نسبت به قسمت های دیگه، یه مقدار میخوام اینجاها پرتر بشه. با یه براش میتونید با گوش پاکن هم بچه‌ها سایه رو بزنید، یعنی گوش پاکن خیلی به درد بخوره. اگر که براش نخواهید از براش یا پد استفاده کنید، میتونید از گوش پاکن استفاده کنید. خب مثلا دوست دارم این قسمت ابروم پرتر شه، یه مقداری این قسمت رو سایه میزنم و حالا یک کم این سایه رو میارم قسمت های جلو
یکم رنگ ابرو جوندارتر. این سراغ این ابرو، این هم همینطور دنبالش چون برای مهمه. خب میبینه بچه ها، من این رو به همون سمتی که ابروهام هست میکشم. یعنی اگر این قسمت های جلو باشه میکشم این رو به سمت بالا سایه رو، اگر این قسمت باشه به سمت راه ابروی خود. این صورت منجل ابرو رو به این صورت، اول ابرو رو به سمت بالا، بعد به سمت پایین و نهایت هم به سمت بالا شونه میکنیم. و بعد میتونید از این ته این برگه، اگر که میخواین رژ لبتون موندگاریش بهتر بشه، روی لبتون کرم روی لبتون بزنید، بعد رژ لب رو روی کرم. خب بچه‌ها یه ترکیب رنگ جذاب میخوام بهتون یاد بدم. اگر که مثلا یه رژ لبی دارید که تو تونژ گلبهی نارنجی ایناست، مثل این حدوداً تقریبا رنگش، و یه رژ لبی که یه رنگ نود میشه که یه رنگ خوشگلی هم هست، حالا میزنیم ببینیم. خب میرم سراغ گلبهی. از این دو تا رنگ رو با هم دیگه ترکیب میکنم. یه مقداری با یه پنکیکی که یه کوچولو بتونید قسمت گونه و اینا رو بیشتر مشخص کنید، با یه براش یه مقدار پنکیکی میزنم برای زیر گونه. خب یه مقدار قسمت بینی. رنگش باید ملایم باشه که یهو زیاد مثلا اگر که دید رنگی نداره که زیاد ملایم باشه و متناسب با رنگ دوستتون باشه، روی بینی و اینا نزنید، فقط قسمت گونه رو بزنید. بعد این قسمت های صورت هم که میخوام یه مقداری از زیادی پیشونی بگیرم. بعد این تیکه ها و بعد از این یه رژگونه پودری هم روش میزنم روی رژگونه مایعی که زدم که بهتر موندگاری بهتری داشته باشه. خب بچه ها میکاپمون تموم شد. بچه ها اگر که براتون مفید بود این ویدیو، ممنون میشم که برای دوستاتونم بفرستید که بتونن ازش استفاده کنن. پیشاپیش سال نوتونم مبارک باشه. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. بوس.